آقای نبیل، تشکر از اینکه فرصت را مهیا ساخته تا در رابطه با شرایط فعلی کشور که بعد از بروز اختلافات بین رهبران حکومت وحدت ملی با میان آمده صحبت با هم داشته باشیم. در رابطه با این اختلافات در حلقات مختلف سیاسی نگرانی های عمیقی وجود دارد. شما وضعیت چگونه بررسی میکنید؟ متاسفانه وضعیت فعلی افغانستان بسیار امیدوار کننده نیست، به خاطر که شرایطی که از نتیجه اختلافات، از نتیجه مداخلات بیرونی در افغانستان پیش آمده، این باعث شده که ما عدم وضاحت کامل داشته باشیم که بالاخره چی میشه. ما تعهداتی را که باید به او عمل میکردیم، یعنی عدم پابندی به تعهدات و همچنان نداشتن یک دیدگاه واضح بر آینده، این باعث ناامیدی شده متاسفانه. و این ناامیدی سبب شده که ما در سای مختلف با بنبست ها یا مواجه شویم یا تقریبا به طرف بنبست بریم. ارتباط وضعیت امنیتی ما میخوایم بیشتر در اینجا تمرکز کنم. بدون شک ما ایره زمانی که ریاست عمومی امنیت ملی هم افتخار خدمت به مردم افغانستان داشتم، بار بار هم کتبی و هم به طور شفایی به بزرگان حکومت وحدت ملی خاطر نشان ساختیم و معلومات خود امرایشان شریک ساختیم که پالیسی دشمن افغانستان، خصوصا پاکستان و سازمان استخباراتی پاکستان، در 3 بخش عمده متمرکز شده. بخش اول تجهیز و تسلیح بیشتر طالبان و تروریستا یا در مجموع تروریستا بگوییم تا اینا بتونن جنگ شدت ببخشن، جنگ و از این طریق بتونن ساعت بیشتر تحت تصرف خود بیارن و جنگ به طرف فرسایش شدن ببرن. 1. 2. اینا عرصه دیگه که استراتژی خود قبلا جز استراتژیشون بود، اما تشدید ببخشن او تشدید یا ایجاد و تشدید اختلافات قومی در افغانستان است، از طریق اعمال نفوذیشان، از طریق بعض حرکت هایی که باعث ایجاد تنش‌ها شود. مسئله سوم که اینا تمرکز کردن، ایجاد اختلافات سیاسی بین سیاسیون افغانستان تا اینا بتونن از این طریق اعمالشان یا کسایی که وابسته به اون هستن رخنه بتن در داخل سیستم. این 3 عرصه اینا تمرکز کردن. شما در صحبتاتان اشاره کردید که کشورهای مغرض منطقه در تلاش این است تا اختلافات سیاسی را در افغانستان ایجاد کند. اگر با وضعیت فعلی در افغانستان دیده شود، چه فکر میکنید که آیا اینا تانستن که در هدفشان موفق باشند؟ ما نمیخوایم در بیشتر تبصره کنیم. ما شما خود ما میبینیم میال امی فریکسیون های مختلف و دیدگاه مختلف اینه میره عملا. ما به جای از که بیایم بشینیم تصویر کلان سرش بحث کنیم، بیشتر بحث های خود گروهی کردیم، سمتی کردیم، تباری کردیم. اینه می خودش آگاهانه یا غیر آگاهانه بیشتر ما به مو طرف رفتیم و تداومش بدون شک امو اهدافی که دشمن برای ما به حساب سنجیده ما به مو طرف خود رفتیم. آقای نبیل، در ضمن نگرانی های نیز وجود دارد که این اختلافات بین رهبران حکومت وحدت ملی تاثیرات سوی بالای جبهات جنگ نیز گذاشته است. همچون چیزی را شما احساس میکنید؟ آیا واقعا نیروهای امنیتی کشور از این وضعیت فعلی سیاسی متاثر شدن؟ در بخش مورال و انگیزه هیچ گونه تاثیر نداشت، چون اختلافات نو نبوده. اما بدون شک در قبال رسیدگی به مشکلات روزمره از اینها، چه مسئله پلانگذاری باشه، چه مسئله یعنی آمیانه بگوییم بالای شاجورشان، بالای پرتلیشان و بالای
قاقاش و قروانهشان تاثیر داره، به خاطر که بیشتر چون از نصب بیشتر روی ملاحظات سیاسی صورت گرفته، اونمو مردم فعلا مصروف سیاست هستند متاسفانه. در صورت تداوم همچو مداخلات سیاسی در ادارات امنیتی و دفاعی، سرنوشت این نیروها را چگونه ارزیابی میکنید؟ از دید من دو چیز تهدید استراتژیک بر افغانستان میبینم. یکی برهم خوردن وحدت ملی افغانستان، دوم سیاسی ساختن نیروی امنیتی ما. و این ما تجربه سال 92 را داریم. سقوط یک ولسوالی، پراندن یک پل، انفجار یک پلچک، این تهدید استراتژیک نیست. بدون شک نیروی امنیتی ما توانایی را دارن که پس مناطق بگیرن. تقسیم نیروی امنیتی یا سیاسی ساختن نیروی امنیتی و برآوردن وحدت ملی باعث انشقاق و افتراق سیاسی میشه و این ما دیدیم. یا برعکس مسائل نفاق سیاسی یا پوسیدگی سیاسی یا حذف یکی دیگه از انحصار قدرت، این باعث از این میشه که ما بریم به طرف تهدیدهای استراتژیک و این بسیار خطرناک است. تمام سیاسیون ما باید از این خودداری کنند و از خاطر منافع کوتاه مدت خود مشکلات دراز مدت بر افغانستان ایجاد نکنند. تشکر. یک پرسش آخر و دیگه هم میخوام نظر شما رو داشته باشم. با نظر داشت مشکلاتی که در بخش سیاست ما فعلا با او روبرو هستیم و مشکلاتی که در بخش ارگان‌های امنیتی که مداخلات سیاسی در وجود داره و فعلا هم افغانستان با یک میدان نبرد علیه تروریسم بدل شده. با خاطر حل این مسائل و این که ما بتانیم این کشتی را که همگی ما و شما و دو سوار هستیم به صورت محفوظ به ساحلش برسانیم، چی باید کرد؟ ما به می وضعیت فعلی دوام دادن نمیتونیم. بسیار واضح بگویم دل کس خوش میشه، خفه میشه. وطن شخصی از کس نیست. انحصار قدرت بسیاری که عنوان میکنن. من خودم کسی بودم که به میل و رغبت خود استفاده دادم، چون بسیاری موارد با پلیسی ها هم نظر نبودم. اما تداوم وضعیت اگر سیاسیون ما همه یک صدا، چی داخل حکومت چی بیرون از حکومت، جمع نشن و راه حل را، چی او به عنوان جرگه باشه، چی جرگه قانون اساسی باشه، چی جرگه عنعنوی باشه، چی یک طرح دیگه که من نمیخوایم در ارتباط زیاد بحث کنم، ما به طرف بهبود نخواهد رفتیم. چون اما اختلافات اما قدر عمیق شده. حرفای یا جریانات اخیر 2 هفته اخیر ایره به اثبات میرسانه که تقریبا تمام پل‌ها اکثرش حساب تخریب شده. اگر ما تصویر کلان تحلیلش نداشته باشیم و راه حل برش پیدا نکنیم، ما به طرف خوب روان نیستیم.